جنوبت خواب کنیم چه خیلی خیلی خواب کنی خواب که خونت پلی گنده نگه همه خوابی تو خوابی سنتی نیست خوابی تو خوابی هست که همین پرای کشمر بگیم در بغل شده این روزا خود برای غسل کنی در رکعت نمازی شکر بخون توی با طهارت خواب کنی نه شیطان طرفی تو نزدیک شده میتونه نه یک از زیان و ضرر رسونده میتونه تو سحر تو محافظ داری تو سحر چی مقداری که عبادت کرده بتونی همونقدر نامه اعمالت ثبت میگرده سعی کردن در کوی در حمام ها در حاجت خانه ها گپی دنیا نگیم سفسطه بسیار نگیم لگ لگ نگیم همین مکان ها اصلا مکان جین شیاطی نیافی همینجور پرهیز کردن در کار خداوند را کمک کرد بر زیداش اسلام اومد مسلمان شید تسلیم شید انا فقط با کار خیر میگم مرا دیگه دعوت میکنم ولی همون نازی شمسده از بود دیوانی کبیری شمسده از اسلام شیطانی شد نفسی تربانی ابلیس مسلمان شد توبه چنین بود همش میگه جوابه گو جوابه مرودو توجی میگه ما شیطانی حدیثه از همین که این فاصله میگه پیغمبر شد نفسی تربانی ابلیس مسلمان شد توبه چنین بود همین شخصی که مستقیم های شخصی که با قوت های شخصی که تقوی بلند داره هرگز شیطان جرأت نمیکنه که تقوی سر به سر شود از اینو میحرسن شیخ عطا قصه میکنه میگه یک همین حلقه صوفی میگن که همین شیطان میاد در بینشون میگه بهشون زنگوی حضرت خونه سکت های جو پیدوشی میگه همین شیخ ابوالحسن خرقانی بزرگ گرفته سبب در دهه خرقان همین یک تن احمق کرد اعوذ بالله گو میگه اومدون در پس چقدر که انشاءالله تقوی بلند باشه پرهیزگاری زیاد باشه بنده خدا بشی همونقدر شیطان ایتو میگریزه هر یک انسان موکل داره همین از ملائکه ها یعنی محافظ داره همین پسترین انسان ها حدی اقل همون بتا کرام الکاتبین هست هم راهش یکیش کارهای خیر و نیکش مینویسه یکیش کارهای بدش پسترین اما حتی همین کافری پسترین هم همین داره هر قدر که درجه و منزلت انسان بالاتر باشه همون قدر حلقه محافظه و کلام میشه و شمارش زیاد میشه حتی در تفسیر از ابن عباس اومده است میگه از 2 تا 300 محافظ داره انسان پیغمبر خدا 300 محافظ داره شیطان میگه که نزدیک شو یه بچه تلخش میگه همون در جنگ بدر وقتی که میگه اون 2 صف ایستاده بودن شیطان به صورت سراقه ابن مالک ابن جعشم مدلجی حاضر شد یک شهسوار عرب یک پهلوان بود همین کسی که با کسی جنگ میکرد میرفتن این دعوا میکردن کرویا میکردن در رقتی هم سربازاش که بیاد طرف ما جنگ کن بسیار پهلوان نامدار بود دیگه این خورشی‌ها شادی کردن تبر زدن که سراقه یاری ما 3 برابر مسلمان‌ها زیاد تیم غلبه طرف ما اما وقتی همین جنگ شروع شد شیطان دید که در صف پیش مسلمان‌ها ملائکه ایستادن حضرت جبرئیل وقتی دید دم خدا کرد ولی سر باشیده با گفتن یا سراقه کجا میگریزی آقا چه تو عادت اینا بدی نومردی ای او من سراقه نیستم خونه تو بس زمان سراقه نیستم با خدا قسم گفت اگر چیزی را که من میبینم شما میدیده تلختو بکفی تر میکردید مقصد شما امکان دیگری رو ندارید همین بهترین راه و وسیله نجات از شیطان عمل خیر عمل نیک پاک توزه بدن ولی بعضا بچه‌ها سوال میکنن که بگو همین در حالت جنوبت خواب کنیم چه خیلی خیلی خواب کنی خواب که خونت پلی گنده نگه همه خوابی تو خوابی سنتی نیست خوابی تو خوابی هست که همین پرای کشمر بگیم در بغل شده این روزا خود برای غسل کنی در رکعت نمازی شکر بخون توی با طهارت خواب کنی نه شیطان طرفی تو نزدیک شده میتونه نه یک از زیان و ضرر رسونده میتونه تو سحر تو محافظ داری تو سحر چی مقداری که عبادت کرده بتونی همونقدر نامه اعمالت ثبت میگرده سعی کردن در کوی در حمام ها در حاجت خانه ها گپی دنیا نگیم سفسطه بسیار نگیم لگ لگ نگیم همین مکان ها اصلا مکان جین شیاطی نیافی همینجور پرهیز کردن در کار انشاءالله این مسئله که بگوی که عموما دور شوه این باشه فونکسیاش همون گمراه کردن انسان او هرگز دور نمیشوه حتی در مساجد میگه اذا اذن المؤذن ادبر الشیطان ولو زرات كزرات الحمار حدیث امام بخاریه وقتی میگه مؤذن اذان میگه شیطان میگریزه مثل که خر در وقتی دویدن گزیده میگریزه زرات شبیه معناش صدای همون بادش به اومده و میگه که فاذا فرغ رجع همین خلاص که کرد از اون بو میگه در بیاد خصوصا بو هم تری شیطان کنی
دیدی بچه رو اونو میدونه بله و اذا اقام ادبر با همین وقتی که قامت گفتن میگریزه فاذا فرغ رجع بو میگه همین خلاص کشید قامت بو میدوام میاد و جعل یوسوس المصلي انه کم صلا تو آخری نماز چی مقدار نماز بخونی وسوسه کردن میگیره ای بچه کم خوندی همین نشان درست کردی ما بو اون خیلی درست میگه سیر کات خوندم 4 رکعت خوندم میخیل درزی انا میرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایلو شب برای ما شما را گفته است مقصد اگر انتظاری در شک شبهه غلطی دی همین شک شبهه دائمی باشه اگر باشه بوری اول نباشه همین هر طرفی که گمان غالی بود باشه همون قضیه عمل میکنی همون شیطان هم میتونه معقول کردی بعدی به تو مقصد مثلا 70% گمان رو تمیه که 4 رکعت 30%ش که سیوم بعد هم 70% گمان عمل میکنی اما اگر به شرطی که خدای نکرده هر دو طرف برابر باشن 50 در 50 یگان طرف امکانی مثلا چی دادن نباشه در این حالت قطع کم خوندگی حساب میکنی مثلا در فکر شما غلطی دی که همین 3 رکعت یا 4 رکعت قطع 3 میگیری و همون رکعتی که خوندی قدم میکنی که مبادا مقصد 4 نباشه بعد 4 نشستن قاعده اخیر فرض ایکو میشینی اتحیات هم میخونی میخیزی یه رکعت دیگه زام میکنی در آخری نماز سجده سهو میکنی اینا ایلوت شبه بینه حضرت صلی الله علیه و سلم مقصد که برای ما را تعریف است پیش نماز شروع کردن گو اللهم انی اعوذ بک من تفریقه القلب خدایا بده پناه میبرم از تفریقه قلبی خدایا کمک میکنه که به حضور قلبی نماز ما بخونم در بین نماز همین کار همین یک هر چی در ذهنت اومدن میگیرم میخوایی نمیخوایی میویم این خیلی جوان سینونی یعنی خیلی ایده مقصد خداوند رزق روزی مرا در زیر سویه نیزم گذاشته گیره تحت زیر رمحی این الله جعل رزقی تحت زیر رمحی خداوند رزق روزی مرا در زیر سویه نیزم گذاشته گیره باید فعل باشه کو این یکی گفتی گفتن؟ امام احمد بن حنبل میگه از پیغمبر ولی در مسند احمد اومده شام هسته یا دومار یا کدوم نه میگه یکی روبه دید به دست پای فرو مان در لطف صنع خدای که چون زندگانی به سر میبرد بعد این دست پای است که جو بخرد یا شیخ یا روبه هم میبینم دست پا نداشت از کدر حیوان میشود که چه زندگی میکردم چی میکرده باشد در این بار درویشی شوریدرند که شیر بر آمد غزال بچند در همین فکر اندیشه گوتور است که نخوزیکی از شیر سوانه برآمد یک غزال شکار کرده است یک آهو گرفته و برده است های سویه درخت میاره و میخوره شکر غزال نگونبخت رو شیر خورد بیماندان چه روبه از آن سیر خورد چند بخیروخی خیلی خود سیر کرد تحموندهش پرت و رفت همون روبه همده غلیده شکمالک اومد تحمونده شیر از شکمش سیر شد دیگر روز باز اتفاق افتاد که روزی رسان قوت یلمش دیدم یکم روزا باور نمیکنه این بچه خیلی چیست است روچایی نشیده است هر روز شیر شکر نمیکنه که تاش این بخوره یک روز دیگه کلی صبر کنه چی بخونده بسته دیگر روز قدرتی خدا میگه یک شکرچی یک پرنده را میزنه پرنده میاد در پیش چه در خون است دیگر گوه افتاد که روزی رسول قوت یلمش بیدم قدرت خدا یک شکرچی یک پرنده را میزنه پرنده در پیش باید روبه هم میغلطه میخره همین را او نگاه داره که یقین مرد رو دیده بیننده کرد شده تکیه بر آفریننده کرد ای بچه رو یا روبایی که دست پو نداره خداوند رزق روزی همین را محیو میکنه نخو من بنده خدا باشم عبادت خدا را کنم من پروردگارم این رزق روزی مرا نیاره رفت در یک کنج مسجد دراز کشید میگه گریبان فرو برد چند بجای که بخشنده روزی رساند غیب نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست چه چنگش رگ و استخوان ماند و پوست 3 سوتکه در مسجد روز میکشه قدرت خدا یک کسی حتی کرمانش نداره نه خودی و نه بیگانه دیگه ای خرابی را میگه زار و نیزار شده از همین رنگ اسباب موسیقی چنگ شدگی فقط همین سکلتش مونده است و ترهاش میگه چه صبرش نموند از ضعیفی و هوش زی دیوار محرابش آمد به گوش وقتی دیگه بی‌طاقت شد گفت میبرم همین وقت از همین دیوار محراب یک در گوشش یک صدا اومد بیرو شیری درنده باشه دغل مینداز خود را چو روباهی شل محمد گفت واقعه را دیدی نیم یا شیر عبرت بگیری و تو چی سر تا بسر یک روباهی شل بودن دلم شیر بشه نم شیر را دیدی که خورد اومد فهموندش روباه خود چکمش سیر شید چه مردم بود بر رنج راحت رسوند
مخنث خرد دست رنجی کسان مردک شا سعی که کار کنی بود همونده گره کسی که بخره کسی نیک بیند به هر دو سرای که نیکی رسوند به خلق خود پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که التاجر الجسور مرزوق و تاجر الجبان محروم تاجری که جسور شجاع به غیرت های این مرزوق خیلی تو روز خودش هم میاره اگه که تاجری همین ترسان شک شده با ترس که ریسکوات کنم این همیشه میگه محروم های ریسک جسور شود توکل شود خدا کنه سعی کنه که در تجارت دروغ نگه حیله نکنه و دعا کنه از خدا طلب کنه ان شاء الله خدا یک از من شو با مزاق اول بگم